أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظیم. با درستی آن کسانی که کتاب خدا را میخوانند و نماز می‌گزارند و آنچه به آنها داده ایم از مال و ثروتشان پنهانی و آشکارا صدقه میکنند، امیدوار به تجارت هستند که هرگز زیان نمیکنند، زیرا خداوند مکافاتشان را به تمامی میدهد، از فضل خود بران می‌افزاید. خداوند بخشنده و شکرپذیر است.